سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز و جویندگان راه حقیقت. شما بزرگواران که پیگیر معرفت نفس و شناخت درون خودتون هستید. ببینید، یکی از مسائلی که خیلی از ماها باهاش درگیریم و باهاش برخورد داریم اینه که فکر میکنیم که اگر مثلا یک عارفی در انتهای زندگیش یا در انتهای مسیرش به یک سری چیزها رسیده، خب ما باید بریم سراغ اون چیزها و اونها رو دریافت بکنیم و توی خودمون ساری و جاری بکنیم، در صورتی که اینطور نیست. ببینید، مسیر معرفت نفس و مسیر درون مسیریه که شما باید خودتون طی بکنید، پله به پله. یعنی از ابتدا، از کلاس اول حرکت بکنید تا برید به مدارج عالی برسید. عین درس و دانشگاه میمونه، عین علم همین دنیای خودمون میمونه. شما مگه میتونی یهویی بلنشی بری دانشگاه و بشینی سر یک انتگرال دوگانه اونو بخوای حلش بکنی؟ خب نمیشه. باید اول کلاس اول بشینی، یاد بگیری الف، یک، دو و کم کم هی بیای بالاتر تا به یه جایی برسی که بتونی این قضیه رو حلش بکنی. در زمینه عرفان هم همینطوره. بعضیا از همون ابتدا شروع میکنن میگن نه آقا، باید بریم سراغ طریقت، بریم همه چیز بر اساس عشق، همه چیز بر اساس زیبایی، من همه چیز رو دوست دارم، این صحبت ها، و میرن تو این داستان و کم کم بعد از یه مدتی میبینن ای بابا هیچی، بغل این یکی هن بغل اون یکی هن و هی عاشق این شدن و عاشق اون شدن و اینو دوست دارن و اونو دوست دارن. اصلا یک آدم پاشیده به درد نخور. ببینید، سلوک و عرفان مثل یک تخم مرغ میمونه. این تخم مرغ در ابتدا اگر یه مرغ روش بشینه، این بعد از یه مدتی تبدیل میشه به جوجه. و یا اینکه اگر این تخم مرغ رو شما در ابتدا ببری بندازیش توی آب جوش، بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یک دونه تخم مرغ عسلی یا یک تخم مرغ پخته که میتونی بخوری. اما اگر این تخم مرغ نه تبدیل به جوجه بشه، نه تبدیل به تخم مرغ پخته بشه، تبدیل میشه به یک تخم مرغ گندیده که نه دیگه جوجه میشه نه میشه خوردش. بعضی ها به خاطر خطاهایی که انجام میدن توی این مسیر دقیقاً تبدیل میشن به تخم مرغ گندیده و دیگه کارش نمیشه کرد. یعنی رسما فرصت از دست میره. چرا؟ چون دیگه اصلا اون تغییر درون، اون باورهای درون، اون ساختار درون دیگه عوض میشه. دیگه اون ساختار درون تبدیل میشه به یک چیزی که اصلا نمیتونه شکل بگیره و از بین میره. به خاطر همین به ما میگن که آقا جان، شما در ابتدا اصلا توی بحث نمیدونم طریقت و شریعت و من بلنشم برم سراغ نمیدونم عرفان و موجودات، اصلا به این چیزا نباید کاری داشته باشی. اصلا مسیر این مسیر نیست. شما در ابتدا باید پله به پله برید جلو. پله اول همین بحث شریعته. شما باید اول یاد بگیری که آقا چطوری، مثلا آقا دین یعنی چی، اصلا سازوکارش چیه، نماز چیه. ببینید، تمام افعالی که دین توش وجود داره، این افعال همشون داره یه کاری رو توی شما انجام میده که این کار لازمه است، بنای کاره. مثلا اینکه شما صبح زود ساعت مثلا 4 صبح اینا با پا میشید برای نماز صبح، این شما رو داره جدای از همین آثار انرژیتیک و آثار روحی که داره کم کم شما رو توی چارچوبی قرار میده، داره شما رو به یک سمتی حرکت میده. اینکه شما روزه میگیری توی ماه رمضان و یا روزه های مستحب رو میگیری، این داره یک کاری رو تو شما انجام میده، جدای از ثواب و نمیدونم این صحبت ها و انرژی های خوبی که به شما میده، داره شما رو، نفس شما رو میکشه عقب، داره تربیت میکنه نفس شما رو کنترل میکنه. اگر شما نفست کنترل نشده باشه، اگر شما توی یک چارچوبی قرار نگیری، خب میشی یک فرد سرکشی که یه سری چارچوب ها هم نداری. حالا میخوای برای خودت بگی که خب نه آقا، من اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم، من اصلا روزه رو قبول، اینا مال دینه، مال مذهبی هاست، مال خشک مذهبی هاست.
در صورتی که این نیست. ببینید اونهایی که بهش میگن خشک مذهب، اونها هم دقیقاً همون تخم مرغ گندیده شدن. یعنی چی؟ یعنی نه تبدیل به جوجه شدن، نه تبدیل به تخم مرغ پخته برای خوردن شدن. اونا هم گندیده شدن. اونا هم یه چارچوبی و انقدر توی خودشون محکم کردن که این چارچوب دیگه تغییر نمیکنه و این تغییر نکردنش باعث میشه که دیگه طریقت توشون نتونه ورود پیدا بکنه. دیگه مفهوم گذشت، ایثار، عشق، دوست داشتن و رها کردن، ولایت، یعنی اینکه تو یه ولی داشته باشی، تو اون خداوند رو به عنوان ولی خودت بپذیری، دیگه اینا توشون معنا پیدا نمیکنه به معنای اهم و عمیقش. به خاطر همین میگن آقا جان شما در ابتدا با پله ها رو طی کن. یعنی اول بیا سراغ شریعت، پله اول رو طی کن، اون خودتو بر اساس شریعت پیش ببر جلو، بعد قوانین رو بشناس، احکام رو بشناس، چارچوب ها رو بشناس. یه مدتی توی خودت باید پیادهش بکنی، باید یه مدتی روزه بگیری، باید یه مدتی نماز بخونی، باید یه مدتی دعا بخونی و اینها توی شما بعد از اینکه افتاد یه آثاری رو برای شما به وجود میاره. این آثار که به وجود اومد کم کم یاد میگیری، متوجه مرحله های بعدی میشی و اون مرحله های بعدی کم کم باطنی میشه. بعضی از ما فکر میکنیم که آقا اگر مثلا یه عارفی به یه جایی رسید، خب یه هویی به اونجا رسید. نه، اکثر عرفا همین مسیر رو طی کردن، یعنی پله پله رفتن جلو. باید پله پله بری جلو، وگرنه اون جلو میخوری زمین. ببین بحرهای عمیقیه، یعنی دریاهای عمیقیه، درههای عمیقی داره. فکر نکنید شما با دیگران متفاوتی. افراد بسیار زیادی در این مسیر خوردن زمین و اصلا تبدیل شدن به هیولا، یعنی از اون چیزی که باید میبودن شدن به هیولا. ببینید مثال های زیادی هست. یکیش همین آقا محمد خان قاجار. شما میدونستید آقا محمد خان قاجار بسیار آدم مذهبی بود، روزه میگرفت، نماز شبخون شدید بود، بعد تو امامزاده ها و خیلی از جاها تحسن میکرد، میموند و اینا. ته شد آقا محمد خان قاجار که خیلی ها رو کش، سر برید، اصلا یه اتفاقا و کارهایی که اصلا آدم تعجب میکنه. یا خیلی های دیگه که خودتون میشناسی، ابن ملجم ها و فلان و بسار و اینها همه افرادی هن که اومدن تو این مسیر اما تخم مرغ گندیده شدن. پس ما باید یاد بگیریم که آقا مسیر رو پله پله طی بکنیم و در این مسیر شما وقتی این پله های اول رو طی بکنید کم کم میتونید استاد پیدا بکنید. استادم اینجوری نیستش که مثلا هر کسی بگی که آقا استادم مثلا شما بپذیرید یا آقا بله ایشون استاده. نه، استاد باطن خودش رو به شما میشناسونه، یعنی شما باش برخورد میکنی و میشناسیش و تو این مسیر احتمالش هم هست که مثلا اشتباه بکنی، تشخیصت اشتباه باشه و بعد از یه مدتی با این تشخیص اشتباه میری جلو و میبینید آقا تشخیصت اشتباه بود، میذاریش کنار. اما استاد باطن حقیقی رو شما اینجوری نیستش که بری این ور اون ور پیدا بکنید. نه، استاد باطن حقیقی با نشانه های خاص خودش میاد سراغش. یعنی شما به یک مرحله‌ای برسی که این آمادگی داشته باشی، خود خداوند، خود امام زمان استاد باطن درست رو جلوی پای شما قرار میده تا شما ادامه مسیر رو با ایشون طی بکنید و درونتون رو آماده بکنید. به هر حال من ازتون خواهش میکنم که یهویی بلند نشید برید سراغ افرادی که اصلا پله ها رو طی نکردن و یا خودتون هم از اون افرادی بشید که پله ها رو طی نکردید. کم کم میاد میبینید آقا طرف، من یه دفعه یه شبی رفته بودم یه پارکی، طرف به من گفتش که بیا بشین مثلا بهت بگم، فاز استادی برداشت و این صحبت ها و هی برای ما از این اداها در آورد. رفتم نشستم پیشش، دیدم مسته
دیدم بابا خب همین مستیه باعث شده توهم بزنی فکر کنی استاد و اینا. بعد ولم نمیکرد، یعنی همچنین من هی می‌خواستم آقا، میگفتم آقا خیلی ممنون، میخوام بلند شم برم دنبال کار و زندگیم. میگم نه باید بشین. حالا انگار اصلا یه مخاطبی رو گیر آورده بود که بیاد به حال یه حالی برای خودش ایجاد بکنه، یه حالی بکنه. نه بابا تو اگه استاد باشی خب این نیازی به عرق سگی و نمیدونم الکل و اینا نداری که، مستی دیگه، اصلا نیازی به این صحبت ها نداری، بس تو استاد نیستی، اینا رو هم بذار کنار، ول کن و اینا. یا یکی از دوستان ما بود، ایشون هم بعد از یه مدتی دیگه دور برش داشت، فکر کرد آقا کسی شده، ادعای استادی کرد، یه مدتی یه ادعایی رو دور خودش جمع میکرد. حتی یه شبی با دوستاش نشسته بود، منو صدا کرد و گفتش که خب استاد مثلا دکتر رحمانی اومدن و اینا. من اصلا اونجا که این حرفو زد ناراحت شدم، گفتم بابا این چه رفتاریه، این چه حرفیه، من استاد نیستم، تو نباید این کارو بکنی، تو نباید این حرفو بزنی. و از اونجا اومدم بیرون و دیگه ارتباطم باش قطع شد. باور کنید چندین ماه بعد، فکر کنم 7-8 ماه بعد ایشون رو دیدم و ایشون شیزوفرنی گرفته بود. یعنی اختلالات روحی روانی گرفته بود، با توهماتش صحبت میکرد، خانواده‌اش اینو بردن همین یکی از مراکز درمانی و اونجا بستری شد. این مسیر شوخی نداره و خداوندم اجازه نمیده که بنده هاش بیفتن دست هر کسی، پس باید مراقب بود. نه جز افرادی باشید که مفتی میفتید دست کسی و نه جز افراد کلاهبرداری باشید که سعی میکنید بنده های خدا رو ازشون سوء استفاده بکنید. بسیار خطرناکه، اصلا شوخی بردار نیست و واقعا چنین افرادی باید نگران باشن، چون خداوند با این افراد برخورد خوبی نخواهد کرد. آرزو موفقیت دارم براتون، آرزو دارم که مسیرتون پر از نور و پر از عشق باشه. یا حق.